با تازه‌ترین تحولات تاجیکستان و جهان شما را در برنامه اخباری آزادی آشنا می‌کنیم. سلام بینندگان عزیز، موضوع امروز هفتم اکتبر از این قرارات. گیم پلان به وسع هم رسید. در چارچوب بازسازی مرکز ناحیه چندین بازار معروف در منطقه بسته می شود. در حالی که قرقیزستان می‌خواهد برای مجازات قاتلان زنان و کودکان حکم قتل را احیا کند، در روسیه وکیلان مرد متهم در کشتار بی‌رحمانه مهاجرزن تاجیک تلاش دارند او را از جوابگری آزاد کنند. و در ولایت سوخت یک شرکت مشترک تاجیکستان و چین به استخراج سرمه مشغول بوده است. این معدن نادر در صنعت نظامی استفاده می شود. سرمه با طرز هم زیر زمینی و هم طرز کشاد کار کرد می شود. شروع میکنیم از جنوب تاجیکستان و از نگرانی گروهی از تاجران میگویم که مکان کارشان چند ماه به این طرف محکم است. هر سری بازاری مطلوبات می رود که در ناحیه وسع قرار دارد و قسمی از آن بسته شده است. رئیس ناحیه سبب را به طلبات جوابگو نبودن بازار ربط می دهد، اما بعضی از سوداگران بر اینند که آنها را با همین بهانه می خواهند به بازار دیگر کوچ بدهند که مال افراد با نفوذ دانسته می شود. ادامه موضوع در گزارشی همکارم میرزا نبی خالقزاد. سلطان کبیر، نوری واسع و بازار مطلوبات در ناحیه واسع پهلوی هم جایگیر هستند. این سه بازار در مرکز ناحیه و سر شاهراه دوشنبه کولاب بنیاد شدند. حالا یک قسم بازار مطلوبات بسته است. رئیس ناحیه سبب را به طلبات جوابگو نبودن آن می‌دانند. تشکیلات‌هایی که وابسته به بازار مثال بگیم سرویسانس بویتوری، خوب آتش نشانی، برق، همه خطی ما کار کردیم. ما اینویت به امر برآوردیم. مسئله استفاده بازار همه مثال تشکیلات‌هایی که وابسته گزارش نشوندگی که به اون طلبات جوابگو نیست. ما پرونده داریم. سلطان کبیر را در واسه سال 2013 باز کردند. بازار مطلوبات در زمان شوروی بنیاد شده تا چند ماه پیش فعال بود. تاجران بازار مطلوبات شکایت دارند که میخواهند دکانهایشان را خیزانند. برای بازارشون باز به سودا مخصوص فقط میگن که همی بخیزن همجا برای اینکه بازار محکم کردن نمیمونن دیگه سودا کنیم. تاجران میگویند نقطه های سودا در سلطان کبیر گرانند. رئیس ناحیه گفت که تاجران تنها بهانه پیش میارند. به گفته وی بستن این بازارها را نقشه عمومی شهرک طلب میکند. ما این ناحیه مثال فهموندگی کردیم. مثلا شخصا 6 مرتبه در بازار مردم قطعی کردم که مثال ما نقشه گنرالی قطعی باید در میخیل شدیم. ما هزار تجربه کاری در بازار سلطان کبیر داریم که بهترین که شرمماشون هم تیر سه طرف هم میشود. ناحیه واسع یکی از کلانترین ناحیه های منطقه کولاب به شمار می رود. در این ناحیه جمعه بازار، شنبه بازار، سه شنبه بازار فعال هستند. خریداران میگویند که مال و کالای بازارهای این ناحیه از دیگر بازارهای منطقه دیده نسبتاً ارزان است. اکنون قرار است که بازارها بسته شوند تا در جای آنها بناهای زمانوی قامت کشند، ولی برخی از تاجران آن را بهانه برای به بازار سلطان کبیر جلب کردن تاجران می‌دانند. این بازار را صاحبان سلطان کبیر دوشنبه ساختند و شخصان با نفوذ شمرده می‌شوند. رو می‌آوریم به موضوعهای دیگر. دادگاه گلاوینسکی مسکو ولادیمیر اوپادشف ساکن 49 ساله این شهر را برای 2 ماه به حبس پیشکی گرفت. او در کشتار بی‌رحمانه مهاجرزن تاجیک و اینچنین قصدا نابود کردن اموال ایبدار می شود. این مرد را 24 سپتامبر امسال 3 روز بعد از صادر شدن جنایت بازداشت کردند. آنهایی که این مهاجرزن کشته شده را میشناختند میگویند او به خاطر تأمین یگانه فرزند خردسالش در مسکو کار میکرد. حالا باشد جسدش در سردخانه و انتظار انتقال به وطن است. ادامه موضوع در گزارشی همکارم اسکندر خواجه میرزاده. طبق فرضیه تفتیشات، مردی متهم روز 21 سپتامبر سال روان جمیله نزولای 30 ساله را که در مسکو در یکی از آشخانه‌ها کار میکرد برای تمیز کردن منزل زیستش کیرا کرده است. ولی زن افلاسی خانه را دیده از تازه کردن آن دست می کشد. این مرد به غضب آمده بر روی و بدن او با پیچتاب یا خود اتویورد که ضربه می زند.
وقتی جمیله بهوش می شود، او پادیشف برای رویپوش کردن جنایتش خانه را آتش زده و در را بسته گریخته است. همسایه ها دودی خانه را دیده سوختار نشانها را دعوت نمودند. جمیله را به بیمارخانه می برند اما او وفات می کند. آنهایی که جمیله را می شناختند می گویند مناقشه و مقاومت بین او و این مرد بعد آن سر زده است که او پادشف می خواسته است به ناموس مهاجر زن دست درازی کند. حالا جسد جمیله در سردخانه بوده. مهاجران تاجیک کوشش دارند برای فرستادن تابوت او به وطن مبلغ جمع آوری نمایند. از جمیله در تاجیکستان یک پسرچه خردسال باقی مانده است. هر سال تا 1000 تابوت مهاجران از روسیه به تاجیکستان آورده می شوند. سبب مرگ آنها کشتار، بیماری و صدمه و تصادف در ساختمان گفته می شود. طبق آمار رسمی در 6 ماه اول امسال نزدیک به 600 جسد شهروندان تاجیکستان را با هواپیما از روسیه به وطن انتقال دادند. در همین حال پرزیدنت قرغیزستان سودیر جابورов امر داد که برای تجاوز به ناموس کودکان و قتل و آزار جنسی زنان در کشور دوباره حکم اعدام جاری شود. اسقات алагозов سخنگوی رئیس جمهور گفته است که دستور شده است طرح قانون درباره احیای حکم قتل تهیه شود. تصمیم رئیس جمهور در پس منظر قتل یک دختر 17 ساله گرفته شد. این حادثه در قرغیزستان سر و صدای زیادی به پا کرده است. ساکنان از حکومت خواستند زنان و دختران را از تجاوز و کشتار حفظ کنند. زرنگیز نوروزشاه تفصیلات دارد. نمیخواهم که او را فقط زندانی کنند. وای با ایسولو چی کار کرد؟ بگذار با او هم این کار را کنند. این مادری آیسولو موکشوی 17 ساله است. دختری که میخواست به خانه دوگانه‌اش رود و در راه از سوی راننده یک ماشین تجاوز دید و کشته شد. جسد او را این راننده به وادی بوم برده پرتافت. مرد گمانبر قبلا هم برای جنایت جزا گرفته است. آیسولو را چند روز پیش به خاک سپردند. نزدیکانش از پرزیدنت و رهبر خدمات امنیت خواستند که برای حفظ دختران در قرغیزستان چاره اندیشند. چون این حادثه ها اینجا پیوسته تکرار می شود. دختران جوان را تجاوز و قتل می کنند و جسد را می پرتایند. می خواهم که شما نسبت چنین جنایتکاران چاره اندیشید. محترم قمچیبک توشیف، خواهش می کنم صدای مردم را بشنوید. این دردآور است، خیلی بد است. و دخترک 17 ساله را کشت. ما چندین روز او را کفتیم. امید داشتیم که زنده میابیم. حالا ما جسد بیجان او را به آغوش گرفته ایم. ما طلب کمک داریم. بنا به اطلاع وزارت کارهای داخلی قرغیزستان، گمانبر پس از پنهان کردن جسد دختر پای جنایت را پاک کرده، ماشین را شسته، سیم کارت و تلفن موبیل خود را نیست کرد. او را پس از 3 روز در یکی از ناحیه‌های بیشکک پیدا و بازداشت کردند. پرونده کشتار را پرزیدنت قرغیزستان زیر نظارت شخصی خود گرفته است. او دستور داد که برای جنایت‌های ضد کودکان و زنان جزای سخت‌ترین پیش بینی شود. گپ سری جاری شدن حکم اعدام برای تجاوز کودکان و قتل زنان می رود. پرزیدنت سودیر جابورов بر این است که مخصوصاً جنایت ضد کودکان و زنان باید به جزا نماند. اوتیر عبدالرحمت و امبودسمن سابق قرغیزستان میگوید با وجود اظهارات و ادعای مقامات در عمل حالتی برعکس دیده می شود و گفته وی به دلیل مشکل بودن دسترسی قربانیان و نزدیکان آنها به مقامات اکثرا مردان آزاردهنده بی جزا میمانند. به تاکید عبدالرحمت و باید جوابگری نسبت کارمندانی که به چنین جنایت‌ها سری وقت واکنش نمی‌کنند سخت‌تر شود. در اغوا وجود تلاش‌های ما برای تحکیم جزا در قانون چنین حادثه‌ها کم نمی‌شوند. اگر ما به این قضیه‌ها فوراً واکنش نکنیم، این حالت ادامه خواهد کرد. مثل کشورهای دیگر، مرافعه‌های دادگاهی وابسته به خشونت و تجاوز علیه کودکان و زنان باید آشکار برگزار شوند. در چند سال اخیر حادثه‌های زیاد و وحشتناک آزار جنسی زنان و دختران قرغیزستان را تکان داد. بنابر شاخص به خطری در جهان، سال دوم است که قرغیزستان خطرناکترین کشور آسیای مرکزی برای زنان دانسته می شود. سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمینه یا اپ ما را بگیرید.
برنامه را ادامه میدیم. در کنیسری طوق وادی زرافشان یک شرکت مشترک تاجیکستان و چین به استخراج سرما مشغول می باشد. سالهای اخیر با رشد فناوری های معاصر سرما همچون معدن نادر که در صنایع حربی استفاده می شود از نو احیا گردیده است. به قول همکارم خیرومان بقازاده این کان یک از بزرگترین کانهای سرما در جهان محسوب می بود. در عمق 4000 متر کانهای تاجیک با استخراج سرما مشغولند که در جهان یکی از متال‌های گرانبها و سرخریدار می باشد. سرما را هم در صنایع آرایشی و هم در استحصال سلاح استفاده می کنند. در کانی سری طوق واقع در حدود ناحیه عینی که مربوط به شرکت تالکو گولد است، صدها کارگر همه روزه در پهنای 50 کیلومتر با استخراج معدن سرما مشغولند. در باستی کاری ما در یک سمینه کاری اکتشاف گیولوژی رو ما تا 50 متر کارهای پرمکنی گیولوژی رو در یک باستی کاری به انجام میرسانیم. کارهای نخکنی باشد تا 54 متر کارهای نخکنی در یک سمینه به انجام رسانده میشد. کارهای استخراجی باشد در یک سمینه تا 1500 تا 2000 تن ما کارهای استخراجی رو برای مانده ایستادیم. سرما را در ساحه انرژی برقرار شونده از جمله در استحصال بطری‌های آفتابی و همچنین ماشین‌های حربی هم به کار میبرند. چین که کار شرکت سریطاغ را همراه با صاحبکاران تاجیک پیش میبرد، در ساحه استحصال سرما در جهان پیشتاز است، ولی عین زمان روسیه، اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریکا و خلیج در تلاش حفظ موقع خود در این رشته در بازار جهانی میباشند. معدن سرما در تاجیکستان بسیار کانهای نغز دارد. سرما با طرز هم زیر زمینی و هم طرز کشاد کارکرد می شود. یک تحقیق زمین شناسی ایالات متحده آمریکا می گوید چین نصف ذخیره های سرمه جهان را در اختیار دارد و بعد آن در جای دوم تاجیکستان است که چهارک ذخیره ها را دارد. سال 2023 در این کشور 21,000 تن سرما استحصال گردید. اتحادیه اروپا که از تحت نظارت پکین گذشتن ساحه نگران است، جریان استحصال 34 عنصر وابسته به مواد خام بسیار مهم را نظارت می کند. از جمله سرما، کاوچوک و چند نوع فلز نادر هم به این فهرست داخل شدند. از نظر محصولات استراتژی صنعتی این موادها عوض نشونده به شمار می روند. به اطلاع کمیسیون اروپا، اتحاد اروپا 54% سرما را از تاجیکستان وارد می کند. سال گذشته نرخ سرما رکوردی شد و چین در واردات این محصولات محدودیت های جاری نمود. در تاجیکستان که یکی از کشورهای نادار سابق شوروی می باشد، استخراج معدن یکی از سمت‌های افضلیت‌ناک اقتصادی دانسته می شود. اینجا فابریک معدن تازه‌کنی جایی که شما می‌بینید، ما در یک سوتکا در یک شبانه روزی 5000 تن معدن رو کارکرد میکنیم. برای این پروسسی که می‌بینید در پشت ما 2 تا آسیا هست که معدن رو به اینجا آورده آرد میکنن و در جایی که ایستادیم این سیخ فلاتاسه میگویم، سیخ بایگردونه. ما در همینجا با واسطه خیم ریاگنت ها، ماده کیمیاوی، ما متال رو از معدن جدا کرده در اینجا میگیریم. تأسیس چنین استحصالات عظیم با سرمایه هنگفت چین در سال 2022 براه مانده شد. در نقشه آینده تأسیس کارخانه تازه‌کنی سرما و از این راه تمرکز نظارت استحصال سرما در داخل تاجیکستان است. چین تدریجاً جایگزین نفوذ روسیه می شود و از حالا در استخراج معدن در آسیای مرکزی نقش اول را می بازد. دوستان عزیز، فرصتی که در اختیار داشتیم به پایان رسید. تشکر به یکایک شما برای همراهی همه روزه. خبر گزارشی از این بیشتر چون همیشه می توانید در سامانه azadi.org پیدا کنید. تا فردا که باز برنامه‌های نو داریم، خود را احتیاط کنید و خدا نگهدارتان.